سلام، خوش اومدید به این ویدیو از چنل پیکس فور. من توی چنل قراره که سری ویدیوهای آموزشی درست بکنم در رابطه با ساخت یه سری اپلیکیشن‌های گرافیکی کاربردی با پایتون. به هر هفته یه ویدیو هم قراره آپلود کنم، امیدوارم که خوشتون بیاد. همونطور که از تایتل ویدیو هم پیداست، قراره یه مارش حساب بنویسم که بتونه نمودار رسم بکنه. خب بریم که برنامه رو نشونتون بدم. این برنامه 4 تا تب داره. تب اول 2 3 4. تب اول مارش حساب معمولیه، رادیکال، جذر اینا. تب دوم میتونه معادله درجه دوم حل بکنه، میتونه رسم بکنه. تب سوم میتونه معادله درجه 3 و تابع نمایی، تابع لوگاریتم از حرفا رو رسم بکنه. بریم واسه ساختنش. اولین کاری که باید بکنید که کتابخونه تیک اینتر رو حتما نصب بکنید. چه جوری؟ اگه نصب دارید که چی، اگر نصب ندارید داخل همین ترمینال این پایین پیپ اینستال تیک اینتر. اما قبل این کار کردم دیگه این کار انجام نمیدم. از اون بالا شروع میکنم، میگم که امپورت کن تیک اینتر از تیکی. این از تیکی چیه؟ این تیکی که میگم یه اسم مستعاریه واسه که بعدا اذیت نشه خواسته باشیم دائما تیک اینتر رو بنویسیم. حالا این تیک اینتر یه متدی داره به نام TTK، اون هم باید ایمپورتش بکنیم. میگیم که from تیک اینتر ایمپورت کن TTK. خب این تا اینجای کار. بعد اون بیس اصلی کار رو بچینیمش. میگم که روت مساویه با TK نقطه بازم یه TK دیگه، با این تفاوت که TK دومی باید حتما بزرگ باشه. پرانتز باز و بسته. چند خط پایین تر هم باز می‌نویسم که روت نقطه مین لوپ پرانتز باز و بسته. این مین لوپ چیه؟ این مین لوپ کاری که می‌کنه که وقتی ما برنامه ران می‌کنیم باعث میشه که اون پنجره واسه ما باز بشه. دارم این نوتبوک ایجاد می‌کنم به نام نوت مساویه با از متد TTK استفاده میکنم. TTK نقطه نوتبوک. این حتما باید بزرگ باشه، این نوتبوک پرانتز باز و بسته. داخل پرانتزم باید جایی که میخوام این نوتبوک ایجاد بشه رو اسمشو بگم که اسمی که من انتخاب کردم روت بود. روت. حالا کار دومی که میکنم ایجاد یه سری فریمه یا حالا تب. من اسمشو میذارم فریم اول مساویه با TTK نقطه فریم. F حتما باید بزرگ باشه. فریم پرانتز باز و بسته. حالا داخل پرانتز میگم که این فریمی که میخوام ایجاد بکنم باید داخل نوت ذخیره بشه. نوت هم این نویسم و به همین صورت 4 تا تب ما داشتیم. 4 تا رو باید ایجادشو بکنم. خب اینم از 4 تا فریم. حالا کاری که باید بکنم باید اضافه شون بکنم داخل نوت. این فریم ها رو میگم که نوت نقطه اد. حالا چی رو میخوام اضافه بکنم؟ مثلا فریم اول میخوام اضافه بکنم با سرتیتر مثلا تکست. این تکست که میگه حتما باید استرینگ باشه، 2 تا کاما بذارید بالا سرش. مثلا تب 1 این اسم تب اون شد، اسم اون فریم اون شد و واسه 4 تا تب باید این کار انجام بدید. خیلی خوب این تا اینجای کار. حالا باید اون نوتبوکی که ساختیم رو اضافهش بکنیم به اون فضای اصلیمون، همون روت. میگم که نوت نقطه پک. خب با این کار الان باید هم 4 تا تب داشته باشیم، هم یه پنجره اصلی که اگه من برنامه رو ران بکنم ببینید که برنامه اصلی باز شد، یه صفحه اصلی پنجره اصلی باز شد که 4 تا تب داره.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. بقیه ساخت ماشه حساب رو تو پارت‌های بعدی توضیح میدم واسهتون. ممنون که تا اینجا همراهم بودید. اگر دوست داشتید لایک، سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که اگر ویدیو آپلود کردم حتما با خبر بشید و بیاد تماشا کنید.